قطره عسل به زمین افتاد و مورچه خردکه که آمده از آن نوشید و خواست که برود، اما مزه عسل برایش خیلی عجیب بود. پس برگشت و کمی دیگر نوشید. باز از رفتن کرد، اما احساس کرد که خوردن از لب عسل برایش مزه واقعی را نمیدهد. پس دوباره برگشت و خود را به عسل انداخت تا هرچی بیشتر لذت برد، اما صد افسوس که دیگر از آنجا برآمدن نتوانست، زیرا پایهایش خشک به زمین چسبیده، قدرت و توانایی نداشت و بالاخره در آنجا هلاک شد. بله، دنیا چیزی نیست جز قطره عسل بزرگ. پس آن که به مقدار نوشیدن کمی آن قناعت کرد و شکر گفت، ان شاء الله که نجات می‌یابد، و آن که در شیرینی آن غرق شد البته که هلاک می‌شود. زیرا عزیزان خدا نیز گفتند که دنیا طلبان در غم دنیا مردند، ایمان طلبان جان به سلامت بردند. پس به هر یک داد و ناداد خدا همه وقت بگو الحمدلله، همش خوب می‌شود ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله.